امروز بار دیگر لکهی ننگ بر پیشانی تاریخ نشست، در حالی که قلوب مؤمنان آکنده از درد و حسرت بود. صهیونیست های اشغالگر در صحنهای مقدسی مسجد الاقصی گرد آمدند تا بر اشغال خبیثانشان جشن بگیرند. مسجدی که قبلگاهی نخستین مسلمانان، جای پای پیامبران و نقطه اتصال زمین و آسمان در شب معراج است. آیا دلها مرده اند؟ آیا غیرت از امتی محمد صلی الله علیه و سلم رخت بسته است؟ کجاست امت؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. اینه فقط حد حرمت مسجد الاقصی، بلکه تکرار صحنه ذلت و تحقیر امت اسلامی است. اسرائیل های فاسد می رقصد و امت در خواب غفلت خیش فرو رفته است.